توانستند با ابداع سلاح شناورهای متجاوز رو مورد هجوم قرار بدن. پایداری مردم ادامه داره، البته سختی و زجر زیادی رو مردم منطقه غرب آسیا رو حداقل بایستی بگیم بنابر دلایل زیر دارای اهمیت فوق‌العاده بالاتری نسبت به بقیه مناطق است. این منطقه در برگیرنده 70% ذخایر انرژی فسیلی جهانه. با همه انواع انرژی که در جهان پیدا شده، اما هنوز مهمترین عامل گرداننده چرخ صنعت در جهان انرژی فسیلی است. تمرکز ادامه خواهد داشت. خب در بعضی از نظریه‌ها این منطقه رو به دلیل همین نفوذ و توجه قدرت‌های جهانی به عنوان علت واقعی جنگ، طمع و چشم‌داشت قدرت‌های جهانی به این سرزمین بود. پیدایش نفت و جایگاه اون در گرداندن چرخ اقتصاد و ماشین نظامی رو پیدا کرد. خب قدرت‌هایی که آمدند و به عنوان پیروز جنگ جهانی اول مطرح بودند، قیمومیت بخش‌هایی از این سرزمین رو در اختیار گرفتند به عنوان غنایم جنگی. قطعاً توسط جهان اسلام به هیچ وجه پذیرفته و فراموش نخواهد شد و این سرآغاز یک انتفاضه بزرگ هست. رژیم جعلی صهیونیستی بخش زیادی از سرزمینی که در اون شعار آرمانی مطرح کرده تا کنون تصرف کرده بود. مقاطع اخیر رو یه قدری بخوایم بررسی دقیق‌تری بکنیم، ما در سالهای 2001 تا خب این شکلی که در حوادث عراق و افغانستان اتفاق افتاد بسیار در نحوه تصمیم گیری امریکایی‌ها برای ادامه کارشون به جنگ 51 روزه، سایر نبردهایی که فیمابین اتفاق افتاد و در تمامی اونها رژیم صهیونیستی شکست. 3 روز همه این سرزمین رو به بمباران بگیرد و هیچ محدودیتی نداشته باشد. بمب‌های امریکایی از امریکا و این جنگ به این شکل خاتمه پیدا بکنه و معلوم است که اتفاقی برای رهبرانشون نیفتاد و به حیات و مبارزهشون ادامه دادن که معلوم بود که شکست خورده این صحنه هم باز رژیم صهیونیستی است. خب این هم یک برهه‌ای از حوادث این دو اسامی گوناگون حالا از جمله داعش، جبهة النصره و دیگران شکل گرفت و سعی کردند که منطقه رو با این مشکل مواجه بکنند که سالهاست این در عراق 3 سال پیش داعش آمد مانند طوفانی موسل رو تصرف کرد و به سمت بغداد و عتبات عالیات حرکت کرد. بخش به امریکا کاملا تفاوت کرده. مسئله شورای همکاری خلیج فارس رو ملاحظه بکنید. کدام شورا؟ خب شاید ترکیه احساس میکرد که در نزدیکی با آمریکا و خواست او به منافعی میرسه، اما امروز به این نتیجه قطعی رسیده که هر کس با امریکا دوستی بکنه ضرر میکنه. 7000 نیروی نظامی در منطقه داره و این نیروهای نظامی هیچ کمکی به منطقه غرب آسیا نمی کنن، هیچ کمکی در جهت انهدام تروریست در منطقه انجام نمیدن و حضورشون صرفاً یک حضور استعماری است برای مقابله با انقلاب اسلامی است، برای مقابله با جمهوری اسلامی است. بنابراین ما در این همایش این حضور رو تبیین میکنیم. واقعا آمریکا چرا باید حدود 10 لشکر تخصصی و ورزیده در منطقه داشته باشه؟ مسئلهش حل شده، یعنی داعشی که در واقع حضور سرزمینی در منطقه نداره، نه در سوریه نه در عراق و نه در جای دیگه، و من فکر کنم مرحله الان لکه‌گیری داعشه، یعنی در واقع باید تهمانده های داعش اگر جایی وجود داره اونا رو پاکسازی بکنیم. بزرگترین قدرت در واقع تروریستی منطقه که داعش بوده از بین رفته، برای بقیه هم
خود به خود از بین خواهند رفت و هیچ حیاتی برای تروریست‌ها در منطقه ما نخواهیم داشت. تفکر زمان میخواد تا از بین بره. اون دیگه با کار سخت افزاری جنگ و اینها از بین نمیره. باید دانشمندان منطقه، روشنفکران منطقه مدت‌ها کار بکنن تا بازمانده تفکر در واقع افراطی داعش در منطقه انشالله از بین بره. قدرت ایجاد میکنن و چون در میدان رقابت و منازعه عمل میکنن، رقیبان و دشمنان آنها این خلأ قدرت را پر میکنن. یا نیروهای بسیج مردمی که امروز یک ارتش نیرومند هست، تحولاتی روی زمین ایجاد کند که نقشه سیاسی یک میدان را تغییر دهد، این یعنی یک قدرت اصیل شکست ناپذیر. فکر کنید به واقعیت ها نداشته باشد در مرحله نزول قدرت است. ما این واقعیت رو نزد آمریکایی ها و اسرائیلی ها و سعودی ها و همتایان آنها میبینیم. این همان تناقضی است که در عمل راهبردی آمریکاییان نهفته است. هر چه عمل میکنند طرف مقابل آنها قدرتمندتر میشوند. اما کسانی که میخوان تفرقه رو در جهان اسلام ترویج کنند و انرژی‌های جهان اسلام رو در خدمت هدف‌های استعمار و خصوص آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار بدن و سازنده یک مثلث جدید در منطقه هستند با رژیم صهیونیستی و آمریکا، طبیعتاً تا وقتی که چنین ماهیتی رفتار سیاسی اونها را شکل میده، خب طبیعیه که بلکه این نفوذ منطق انقلاب اسلامی است که داره بسیج میکنه جهان اسلام رو برای بازیابی هویت خودشون و آزاد شدنشون از بند استعمار. اسرائیل و همدست اصلی امریکا در اینجا هستند. همه محاسبات یکی پس از دیگری داره به شکست مواجه میشه. خب آوردن پایتخت در یک چنین شرایطی به بیت المقدس یکی از آثار مهم فقدان اندیشه راهبردی است که یک چنین توطئه‌ای رو اینا درک باید می‌کردن که به هیچ وجه مورد قبول نه فلسطینی‌ها و نه جهان اسلام نخواهد بود و این سرآغاز درگیری‌های بزرگی هم در داخل فلسطین و هم در جهان اسلام با سیاست‌های امریکا، سیاست‌های آل سعود و سیاست‌های اسرائیلی خواهد بود و حتماً موجب مشکلات بزرگی برای نتایج. بی تردید ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت بزرگ منطقه باید بیش از پیش به هم نزدیک بشن. خب ایران و ترکیه در مسائل مختلفی اشتراک نظر دارند و البته خب در موضوعات هم اختلاف نظر دارند. ما طبیعتا روی اشتراکاتمون باید کار بکنیم. در این 2-3 ماه اخیر ما شاهد تحولات خوبی در این زمینه بودیم و ما فکر می‌کنیم که این دو قدرت بزرگ با نزدیکی با همدیگه می‌توانند امنیت مهمی رو در این منطقه ایجاد بکنن و در مقابل توطئه‌ها بایستن. یادمون نره که اون کسانی که دنبال کودتا در ترکیه بودن، یعنی امارات و عربستان، همونهایی هستند که امروزه حمایت میکنن از انتقال سفارت رژیم صهیونیستی به بیت المقدس، البته به طوری که پنهانی و هماهنگی‌های پنهانی که صورت گرفته. خب طبیعی است بیت المقدس موضوع مشترکی است بین ما و ترکیه. حمایت از فلسطینی‌ها بین ما و ترکیه مشترک است. ما در همه این زمینه‌ها می‌توانیم کارهای بزرگی بکنیم با ترک‌ها و فکر می‌کنم که امروز در ریل صحیحی قرار گرفتیم که باید سرعتش رو بیشتر کنیم. بله، ما در اون موضوع هم در حال مذاکراتی هستیم که امیدواریم این زمینه‌های تعاملات هم بیش از پیش فراهم بشه.